خب ممنونم از این کتاب این لحظه ما رو همراهی کردین. باراژ رو آغاز میکنیم با حضور اولین سوارکار باراژی محمد امین خواجویی. موانع باراژ موانع شماره 2 3 4 5 7 بی 7 30 13 و مانع 14. محمد امین در این لحظه کار خودش رو از مانع شماره 2 اولین مانع باراژ آغاز کرد به سمت پردیس. مانع شماره 3 اکسر پردیس که دست برخورد که به تیر پشت اکسر، تیر رو به زمین انداخت. 4 خطا برای ثبت شد. 4 خطای دیگه رو مانع 4. وای تا اینجا 12 خطا برای ثبت شد. مانع دو بخشی 7 بی و سی اکسر به پراید. وای چه امتناعیه. شریعت یه اندی کم کرده. چیکار کنم دیگه؟ ببین یه همه رو دارم میزنم خانه. کابل زن. خاموش شدنش هم دارن. کیف کابل نگاه کن. برای اینجا. یه کابل لب به من بده. الان کیف کامپیوتر هست. بودو فکر کنم داره. به سمت راست حرکت میکنه. محمد امین خواجویی مسیر رو با 16 خطا و زمان 49 ثانیه و 18 صدم ثانیه در باراژ به ثبت رسوند. جایگاه چهارمش تا به این لحظه قطعی است. یزدان ملا افضل و نبراسکا. به سمت خط شروع اولی مانع باراژ شماره آپراد شماره 2 مقابلش اکسر پردیس بدون خطا به سمت چپ حرکت میکنه برای پرش از آپراد 4. اکسر 5 مانع دو بخشی 7 A اکسر 7 B آپراید بدون خطا 2 مانع تا پایان مسیر. آپراید 13 پیافا آپراید 13 و آخرین مانع اکسر 14 مسیر رو بدون خطا پشت سر گذاشت. یزدان ملا افضل 37 ثانیه و 47 صدم ثانیه زمان یزدان ملا افضل بود. 37 ثانیه و 47 صدم مسیر بدون خطا یزدان ملا افضل مسیر رو با زمان 37 ثانیه و 47 صدم ثانیه به پایان رسوند. من عذرخواهی میکنم بابت قطعی اینترنتی که داشتیم. شما تصاویر رو نداشتید. محمد امین خواجویی که اولین سوار باراژی بود مسیر رو با 16 خطا و زمان 49 ثانیه و 18 صدم ثانیه به پایان رسوند. یزدان ملا افضل بدون خطا در زمان 37 ثانیه و 47 صدم ثانیه که تا به این لحظه جایگاه اول رو از آن خودش کرد. محمد امین سجادی، سید محمد امین سجادی و فرانس سومین سوارکار باراژ در این لحظه باراژ خودش را آغاز کرد. آپراید 2 به سمت اکسر پردیس مانع شماره 3 به سمت چپ. آپراید 4 اوه 4 خطا برای ثبت شد روی مانع 4. چه تیر رفت اومد افتاد زمین. مانع دو بخشی 7 بی و سی اکسر به آپراید به چه شکلی عبور کرد از مانع دو بخشی پیافه آپراید 11 و آخرین مانع مسیر در باراژ اکسر شماره 14 مسیر رو با 8 خطا و زمان 37 ثانیه و 91 صدم ثانیه پشت سر گذاشت. 8 خطا و زمان 37 ثانیه و 91 صدم ثانیه و آخرین سوارکار در
باراژ قهرمانی جوانان آریا دهقانی هایت سیوین. آخرین سوارکار ما در رده جوان مسابقات سوارکاری پرش با اسب قهرمانی کشور در سال 1401 باشگاه سوارکاری ابرش آریا دهقانی، تعیین کننده قهرمان هایت سیوی نام اسبش. به سمت خط شروع 4 خط هم داشته باشه نایب قهرمانه. ببینیم چه نتیجه رو به نام خودش ثبت میکنه. در این لحظه بدون خطا آغاز کرد. راپراید 2 مانع پرتیس اکسر شماره 3 به خوبی عبور کرد. به سمت چپ حرکت میکنه برای پرش از هاپراید شماره 4 اکسر 5. اوه چه امتناعی، چقدر خوب خودش رو نگه داشت روی مانع. 4 خطا برای ثبت شد. چقدر خوب خودش رو نگه داشت روی مانع. قهرمان کشور یزدان ملا افضل در سال 1401 نام میگیره در رده جوانان. قطعا نایب قهرمان هم محمد امین سجادی است. ببینیم در پایان چه اتفاقی میفته. 2 مانع تا پایان مسیر. آخرین مانع و اکسر اسب تو 4 خطا و ببینیم زمانی که براش ثبت شد 47 ثانیه و 38 صدم ثانیه. اگر خطای زمانی نداشته باشه نایب قهرمان میشه آریا دهقانی. خب نایب قهرمانی برای آریا دهقانی. بله نایب قهرمان کشور در سال 1401 آریا دهقانی. مقام سوم محمد امین سجادی و مقام 4م هم محمد امین خواجویی. مسابقه بسیار جذاب و دیدنی بود.